گرگ‌ها از اجداد سگ‌های اهلی هستند که قبلا در اکثر مناطق آمریکای شمالی زندگی می‌کردند. آنها حیواناتی بسیار سرزمینی هستند، در صورت برخورد با حیوانات دیگر که به قلمرو آنها حمله می‌کنند یا برای یافتن منابع غذایی رقابت می‌کنند. به گفته برخی از افراد، حتی سگ‌های نگهبان آموزش دیده قدرت و دفاع لازم را برای مواجهه با گرگ ندارند. اگر یک ژرمن شپرد با یک گرگ رو در رو شود چه اتفاقی می‌افتد؟ این سگ‌های بسیار باهوش یکی از قوی‌ترین سگ‌های جهان است. به همین دلیل آنها به عنوان سگ پلیسی و نظامی و همچنین سگ‌های نگهبان انتخاب می‌شوند. آنها همچنین گاهی اوقات به عنوان همراه شکارچیان استفاده می‌شوند، گرچه تعدادشان بسیار کم است. یکی از راه‌های اندازه‌گیری قدرت سگ یا گرگ نیروی فک آنها هست. ژرمن شپرد در بین سگ‌هایی با قوی‌ترین گزش قرار دارد. به طور متوسط نیروی نیش آنها بیش از 238 PSI هست. اما گرگ‌ها بسیار قوی‌تر هستند. قدرت فک یک گرگ بیش از 400 PSI به حساب می‌آید. یک ژرمن شپرد این قدرت را ندارد که در برابر فک گرگ مقاومت کند و مجبور به عقب نشینی می شود. گرگ با ویژگی‌های خود می تواند به راحتی سگ را در یک درگیری بکشد، چه سگ خانگی باشد یا سگ شکاری.